از اول گفتگو تا الان درباره درگذشت حضرت آیت الله 2 بار گفتید کشتن، الان گفتید فوت. قویاً معتقدید ایشون رو کشتن؟ بله. برای اولین بار نکته‌ای هست پیرامون این موضوع بفرمایید. البته اینو غیر از اون ماجرای اشعه رادون و نمیدونم استخر فرح و این حرفا من و فاتی اینو بارها تو مسابقه های اعلام کردیم و اینو علنی کردیم، یعنی گفتیم حرفامونو در این باره. چیز جدیدی ندارم. ولی شما معتقدید کی کشته؟ امیرکبیر رو کی کشت؟ ناصر فرمان ناصرالدین شاه با توطئه مهدولیا مادرش. خب بالاخره وقتی یکی رو میکشن تو رأس حکومت، یعنی بالاخره بابا جایگاهش که پایین نبود که، بالاخره یه مجموعی با هم دیگه هم درگیرن تو این قضیه. یعنی مثلا معتقد نیستی مثلا اسرائیل ترور کرد؟ نه این اعتقاد رو ندارم. داخلیه. خب نه اعتقاد ندارم. البته بعضی حالا میگن که اسرائیل روسیه نمیدونم فلان از این حرفا. نه من معتقدم داخلیه. بسیار خوب. به زندان اشاره کردین که به مهندس محسن ببینید بابا دیگه در واقع یه جوری چیز شده بود دیگه، چی میگن، یه اصطلاحی هست چی؟ آفرین، یه جوری انتقاد میکرد، به حال طرف مردم ایستاده بود، احساس کردن صدمانه ایشون برای اهداف خودشون دیگه. آره به حال به نظر من بابا نباید باشه که اونا بتونن هر کاری میخوان بکنن و بعد مملکت رو دیگه خیلی زیبا به اینجا رسوندن.